اومدیم دوباره با یه ویدیو. خب امروز هدف ما یه دونه ماشینه. چه ماشینی؟ اون ماشینی این ماشینه که ما باید بسازیمش. خب که این خانم بهمون میگه باید 2 مرحله بده که برامون بیرونه. بریم. یه دونه موتور هم اینجا. آره خودش کلاچ عالی بناشه به کلاچ ما توی کلاچ دیگه بچه. خب بالا خب اینجا 2 چیزاشو بهمون داد. چرا داد؟ خب گفته باید یه دونه کلاچ خوب کنی. چقدر خوب. بریم واسه مرحله دوم. خب اینم از این. پشمام دی ان ای پاندا بهمون اینجا سر راه بود. چه باحال. خب گفته برو بالا. با این چند تا وسیله‌ای که بهمون داده باید بریم بالا. خب اولیش اینجا. خب تونستیم امون اضافی هم داده بود. میتونیم بکنیم و بریم عقب و یا اصلا ولش کن. زیاد مواصل داره بس کنن. خب ما که اینم رفتیم بالا وسایل هم گرفتیم. میتونیم اینجا یه کلاچ دیگه هم کنیم. اوف چه کلاچی. بریم دستگاه رو بسازیم. ما رسیدیم. خیلی خوب بریم درستش کنیم. خب بذار نقشه‌شو ببینیم. 3 تا اینجوریه پس. Yes, the discoveries in these notes are amazing. Yes, amazing. ردستونمونم اینجا انگار. امرالد هم اینجا. این طلا هم اینجا. میتونستیم درست کنیم. تو این چستا هیچی برای ما نذاشتن. این 32 تا گوش کنم به کار دو دیگه دیگه چقدر زیاد. 64 تا پشما. 2 تاش بیشتر نیاز داره. ویدیو رو نمیخوام زیادتر کنیم. خیلی خوب بچه ها ما که تونستیم رو درست کنیم. شما باید ویدیو رو لایک کنید و چنل ما رو سابسکرایب کنید. بریم که این دستگاه رو بذاریم بریم چیه. وای چه بزرگ دستگاهه. من میخوام Would you look at that over there away from me? سر خوکو بذارم. بدن گوسفند پاهای پاندا.